سلام دوستان، من دیشب رفتم سوپری تای کوچمون که ماست بخرم. ولی چند تا جنس اینا برداشتم از تو قفس‌ها. موقعی که اومدم حساب کنم توی مانیتوری که به سمت من بود قیمت ماست 7 کاله، حالا نمیدونم گرمشون چقدریه، 116,000 تومان. بعد موقعی که من اومدم کارت بکشم یهویی آقای دوباره ماستر از تو پلاستیک آورد بیرون، یه نگاهی بهش کرد گفت یه دقیقه صبر کنی خانم، و دوباره بارکد خالش رو گرفت و شد دسته یه چیزی رو وارد کرد. قیمت ماست شد 139,000 تومان. و من گفتم که ببخشید چه قیمت ماست تغییر کرد؟ گفتن گرون شده. گفتم ولی من روی در این نمیبینم قیمت ماست گرون شده باشه، نوشته 116,000 تومان برای مصرف کننده، ولی شما دارید به من گرون تر میگید. گرون شده خانم. گفتم خب قبول، گرون شده، شما اینو با قیمت قبل خریدی. کجای این نوشته 139 تومان که من دقیقاً همین مبلغ رو بهتون بدم؟ دستتون درد نکنه، مرسی، لطف کردین. کجای این نوشته 139 تومان به روی چشم همون مبلغ رو به شما پرداخت کنم؟ هر موقع شما گرون خریدی من مبلغ بیشتری رو پرداخت میکنم. یهویی قاطی کرد خانم نمیخوای همینه، نبر فلان. و چند نفر دور و بر من وایساده بودن و قیافه هاشون اینجوری بود که نگاه کن واسه مثلا 10 تومن 20 تومن بالا پایین داره چک و چونه میزنه. بحث 10-20 تومنه نیست. 20 تومن بالا پایین نه منو گدا میکنه نه اونو شاه میکنه، ولی بحث اینه که ما یه چیزی وقتی گرون میشه خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. شما اینو با اون مبلغ به من بده، بعد اگه رفتی گرون خریدی به روی چشم منم مبلغ بالاتر میدم. ولی اون وقت توی اینستا خیلی جالب بود، یه کلیپ گذاشته بودن، همه اومده بودن لایک کرده بودن، کامنت گذاشته بودن، بیگ لایک فلان. اینا نوشته بود که یعنی اون پستی که توی اینستا بود، آی ملت 3 روز نخریم، بیایید نخریم و فلان. همونایی که باور کن میان لایک میدن اون شب، یعنی دیشب توی مغازه به من اینجوری بودن که خب من چیه 20 تومن بالاتر بده و برو دیگه. واقعا متاسفم براتون. شاید من اون پول اون 20 تومن رو یه جای دیگه خرج میکنم، چند برابرش هم خرج میکنم، ولی خیلی زورم اومد 20 تومن رو دیشب بخوام بدم. دروغ چرا نکنید.